سلام بینندگان ارجمند برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. این برنامه شما را با نوترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز سه‌شنبه 2 سپتامبر است و حالا شما را با موضوعهای اساسی این نشر شناس میکنیم. در مسکو دو مهاجر از جمهوری‌های سابق شوروی برای لطوکوب افسری پلیس بازداشت شدند. در نوارهایی که نشر شده است، بازداشت شده‌ها به زبان تاجیکی گپ میزنند. در یک صنفخانه به جای 20 طلبه تا 40 نفر میشیند. شروع سال نو تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان با مشکلات کهنه. خواننده بسیار اینش به اینش گپ میزند، اینش به اینش گپ میزند. با معلم میوسپید. مهاجر تاجیک میگوید در روسیه امکانی کار ندادند. بعد سرگردانی‌های زیاد به آمریکا رفت و موفق شد. همچون مهاجر هیچ فشاری احساس نمی کنم. اینجا می توانی درآمد به دست آری، ثروتمند شوی و نترسی که تعقیب می شوی. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه در منطقه شولکوه مسکو دو مهاجر متهم با حمله به افسر پلیس را بازداشت نمودند. خبرگزاری روسیه اربک از قول روسگواردیا یا گارد ملی روسیه نوشت دو زاده جمهوری‌های سابق شوروی در نزد مرکز تجارتی شولکوه به افسر پلیس حمله نموده از جای حادثه فرار کردند، ولی افسران روسگواردیا از حمله آگاه شده آنها را دستگیر نمودند. بازداشت شدگان 28 و 29 ساله می باشند. همکارم میرزانبی خالقزاد تفصیلات بیشتر دارد. در نوارهای ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند، مهاجران اثنای زنازنی با ناظر مرکز تجارت او را با زبان تاجیکی دشنام می‌دهند. بر پایه اطلاع نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات، افسر بازرسی دولتی در وقت بیرون از ایفای وظیفه شاهد جنجال دو مهاجر با ناظر مرکز تجارت می‌شود. این افسر به جانب‌های جنجال خود را معرفی نموده طلب می‌کند که جنجال را بس کنند، ولی به گفت افسر او خودش مورد حمله مهاجران قرار می‌گیرد. در جواب افسر بازرسی دولتی از تپانچه تروماتیکی آتش می‌کشاید. حمله کنندگان از مکان جنجال فرار می‌کنند، ولی بعداً افسران روسگواردیا آنها را بازداشت و به قرارگاه پلیس انتقال می‌دهند. هفته گذشته در پی یک حمله به افسران پلیس، رسانه‌های روسیه اطلاع دادند که 27 آگوست یک زاده تاجیکستان با کارت به پلیس روسیه حمله کرده است. ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این شخص شیرافگان کنجوموف 26 ساله زاده ولایت ساراتوف و شهروند روسیه می باشد. وزارت افزوده بود کنجوموف هیچگاه شناسنامه ملی تاجیکی یا خارجی نداشت. وی سال 2017 با اتهام تروریسم به 7 سال زندان محکوم شده بود، از ماه امسال آزاد شده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه به پیوندان و نزدیکان قربانیان زمین لرزه افغانستان تسلیت گفته است. وزارت نوشت کشته و زخمی شدن هزاران نفر باعث اندوه عمیق مردم تاجیکستان شده است. صلیب سرخ افغانستان گفت که تلفات جانی تا نصف روزی امروز از 1400 نفر گذشت. بیشتر منطقه های ضرر دیده دوردست هستند و زخمیانی که احوالشان بد است طریق چرخبال به بیمارخانه ها انتقال داده می شوند. حکومت طالبان از جامعه جهانی کمک خواسته است. مومن احمدی گزارش می دهد. قربانیان زمین لرزه شب 31 آگوست در افغانستان بیش از 1000 نفر شمارش شده و تعداد زخمیان از 3000 بیشتر. حسابی که نهایی نیست و هنوز جستجوی زیر خرابه ها ادامه دارد. صدها منزل زیست در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان خراب شدند و هزاران نفر شب گذشته را در بیرون روز کردند. او د شپې سخت زلزله وشوله او تقریبا نصف شبی یکشنبه زمین لرزه سخت دهه ما را ویران کرد. ما 200 زخمی را از خرابه ها بیرون کردیم و آنها را با چرخبال به جلال آباد بردند. شاید 350 کسی دیگر زیر ویرانه ها باشند. همه خانه ها به خاک یکسان شدند. قدرت این زمین لرزه در مرز با پاکستان 6 درجه جدول ریختر حساب شده است. حکومت طالبان صدها نظامی و ساکنان ملکی را به کمک جلب کرده است. زمین لرزه بیشتر منطقه های را خراب کرده است که در دوردست قرار دارند. مقامات طالبان میگویند برای رسیدن به بعضی منطقه ها لازم شد که تیم نجات دهندگان 6 ساعت پیاده راه روند.
از این رو زخمیان را با چرخبال‌ها به بیمارخانه‌ها میبرند. وضعیت اوسم اصراری حالت ده امرجنسی وضعیت بسیار بد و خطرناک است. هنوز هم زمین کم کم می‌لرزد. خدا نگه دارد، ولی مردم در ترس و هراس هستند. همه شب خود را در بیرون روز کردند. آدمانی هم که خانه‌هایشان نیمه ویران است می‌ترسند که برگردند. شپینه تر اوسه پوری حالت په انتظار کې دي. نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که با سبب بارانهای سخت احتمال لغزش زمین و سنگریزی وجود دارد. هزاران جسد حیوانات هلاک شده نیز خطر آلوده شوی سرچشمه‌های آب را زیاد کرده است. از سال 2021 پس از به قدرت رسیدن طالبان این سیومین زمین لرزه خرابی آور در افغانستان است. سال نوی تحصیل در تاجیکستان تازه شروع شد و معلوم گردید که بسیار مکتب‌ها از حد زیاد پر بوده. در برخی صنفخانه‌ها به جای 25 تا 40 نفر را قبول کردند. مکتب‌ها میگویند که هنوز ماه اوگوست قبول طلبه‌ها را انجام دادند و برای پذیرش شاگردان بیشتر شرایط ندارند. در تاجیکستان تحصیل در مکتب برای همه کودکان حتمی است و اکنون مشکل اساسی نظام معارف با تحصیل فرا گرفتن همه کودکان مراجعت کننده می باشد و از را همکارم برات یوسفی بازگو می کند. شهر دوشنبه درآمدگاه یکی از لیسه‌های دولتی در روز آغاز سال نوی تحصیل. والدان نوبت‌پایی می‌کنند که فرزندانشان را به مکتب قبول کنند. اما نقشه قبول در این مکتب هنوز اول ماه اوگوست اجرا شده است. لیسه عموما در اساس امتحان خوانندگان را به تعلیم فرا میگیرد. یعنی وقتی ما گفتیم که خود نام مؤسسه لیسه برای خوانندگان بالا یا قطع است، یعنی علاوه این خوانندگانی که قدرتی از خود کردن برنامه ها به طور مفصل هستند. یعنی این گونه خواننده ها را ما قبول میکنیم. هرچند راست طلبات بهت بسیار است. این جهت خوبی لیسه را نشان میدهد. نورسایی جای نشست و زیاد بودن خوانندگان در صنفخانه‌ها در مکتب‌های شهر دوشنبه یکی از مشکلات جدی بخش معارف دانسته می‌شود. نظامنامه مکتب‌های میانه شماره نهایی خوانندگان را در یک صنف 25 نفر مقرر کرده است. اما در اکثر مکتب‌های دوشنبه این تعداد از 30 خواننده بالا بوده و 40-45 نفر نیز می‌رسد. از این مشکلی ساحه معارف حتی رئیس جمهور در سخنرانی اخیرش اظهار نگرانی کرد. ما حساب کتاب کرده تحلیل کرده برآمده من در پیامم بیان داشتم. با حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدا ما پورا مکتب بچه‌ها را با جای نشست تامین میکنیم. مقامات تاجیکستان یک دلیل نارسایی جای نشست در مکتب‌ها را افزایش با سرعت اهالی عنوان می‌کنند. اما با دلیل از تحصیل دور نماندن نسل نوآراست اجباراً در صنفخانه‌ها شماره زیادی خوانندگان را جای می‌دهند. اصلا بگیریم در گیمنازیا و در لیسه‌ها باید شماره ریوه کرده شود. از شماره باید زیاد قبول نشود. اینو فرق کننده گیمنازیا. اینا تامین کنه. این وظیفه جانی شما است. درست میگم. وقتی که شماره زیاد شد طلبات روی همون چیزی در صفت نمیشود، صفت تثبیت نمیشود. پدر و مادران نیز میگویند زیاد بودن شماره دانش آموزان در یک صنف به سطح دانش فرزندانشان اثری منفی گذاشته است. یکمش اینکه خواننده بسیار اینش به اینش گرد میزند، اینش به اینش گرد میزند و معلم میوسپید هر یک تیبه کودک کدی چی گویم شما الهیده صحبت کردم. هر یک فکر و خیالی به کودک وارد شدن به اسپید نمیکنم. خیال من اگر که ناز میشد ما وقتی که مکتب خون بودیم 20 نفر 22 نفر بود خیلی هم ناز بود. ما شاید بسیار ناز بود. وزارت معارف تاجیکستان آمار دقیق نارسایی جای در مکتب‌ها را رسانه‌ای نمی‌کند، ولی این نهاد می‌گوید با تنهایی مشکل نارسایی جای در مکتب‌ها را حل کردن نمی‌توانند، زیرا طبق قانون معارف حل این مشکل به دوش حکومت‌های محلی گذاشته شده است.
миллионҳо бинанда дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз он мушоҳида мекунанд ки чӣ гуна муҳаммад хоҷазода муҳоҷире аз Тоҷикистон дари мошини қулфро боз мекунад. қуфлсози тоҷик дар давоми 2 соли буду бошаш дар Амрико ҳам блогери маъруф шуду, ҳам мактаби таълимии қуфлсозӣ ва ё ба истилоҳи англисӣ Locksmithро бунёд кард. Дар суҳбат бо телевизиони Настасия Время Хоҷазода гуфтааст ки ӯ дар Амрико ҳунарашро ба шоу табдил дод. муҳаммад хоҷазода дари мошинеро боз намуда барои соҳибаш ба ҷои калиди шикаста ва ё гум шуда калиди нав месозад. ин кор дар интернет ҳам пахш шуда барои хоҷазода ҳазорҳо ҳаводору бинанда зам мекунанд. дар давоми 2 соли кор дар Амрико ин муҳоҷири тоҷик ба як ситораи шабакаҳои иҷтимоӣ табдил ёфтааст. қабл аз ҳиҷрат ба Амрико хоҷазода дар Русияву Дубай кору зиндагӣ кардааст. дар шаҳри Тюмени Русия ошхонаву тиҷорати муваффақиро андозӣ карда буд. Зафиксировали мировой рекорд по самой длинной шаурме. این دستاور به خواجه‌زاده دردی سر. Это чувствовалось со стороны закона, со стороны властей. احساس می‌کردم که موفقیت من در صاحبکاری به مقامات پسند نیست. بعضی‌ها میگفتند که تو چی فکر می‌کنی؟ اومدی اینجا پول کار می‌کنی و ما تماشا خواهیم کرد. در آمریکا باشد فکر می‌کنم کسی کار ندارد. همچون مهاجر هیچ فشاری احساس نمی‌کنم. اینجا می‌توانی درآمد به دست آوری، ثروتمند شوی و نترسی که تعقیب می‌شوی. Здесь я вижу возможность разбогатеть и не бояться. خواجه‌زاده برای مشکل ناچیزی در سندهایش از روسیه اخراج شد، بعداً به آمریکا مهاجرت کرده کسب قفل‌سازی اتومبیلی را اختیار نمود. به همین وسیله او یک کسب مکانیکی را به هنر تبدیل داد. خواجه‌زاده در نوارهایش با شوخی و سخنان شیرین نازکی‌های بازنمودن در این ماشین را تعلیم می‌دهد. Она не запускается, да? А если мы говорим бисмилля, она запустится. Видишь? Уже не первый раз такая ситуация. Я приезжаю, говорю, что случилось? Говорит, мы потеряли ключ. А это что? خواجه‌زاده سر موافقتش را این طور شرح می‌دهد. С искренностью. من صمیمی هستم. نوارهایم را توسط دوربین پخش می‌کنم که در عینک نصب شده است. هیچ گاه صحنه‌سازی نمی‌کنم. نقشی نبودن نمی‌آفرم. دائما صمیمی هستم. طور معلوم می‌شود صمیمیت مالی سرخریدار بوده است. شهرت در شبکه‌های اجتماعی امکان داد که خواجه‌زاده برای مهاجران دیگر مکتب قفل‌سازی بنیاد نماید. حالا تحت رهبری او 3 مکتب تعلیم قفل‌سازی عمل می‌کند. فعلا بخش اساسی تعلیم در شهر میامی فلوریدا می‌گذرد. بعد درس خواجه‌زاده و شاگردانش غذای با لذت آماده نموده در لب حوض استراحت می‌کنند. در اینجا نه کار داشتم و نه شناسه. تکثیرانی و انتقال غذا را بر عهده داشتم. من از خواجه‌زاده می‌ندارم که به من چنین شانس داد. ما دوست شدیم. او مرا به نوزیک‌های قفل‌سازی آشنا کرد. من همچون استاد در مکتبش تعلیم می‌دهم. خواجه‌زاده درباره آینده زیاد فکر نمی‌کند، ولی یادآور می‌شود که آدم باید بعد هر 5 سال هنری نو و کسب نو از خود کند. و یک خبر دیگر پلیس دوشنبه مردی بازداشت نمود که برای کشتار پسراندر 6 سالش گمانبر می باشد. بختیار نماز ساکن 33 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی به اطلاع پلیس به دهان پسر بچه ناس را پر کرده باعث مرگ کودک شده است. حادثه 22 اوگوست رخ داد و به اطلاع ریاست کارهای داخلی دوشنبه بختیار نماز فرزند همسرش صابرجان نظرف را اول چند شپاتی زده و سپس با زور با دهانش ناس انداخته است. در نتیجه راههای نفسی کودک بسته شده و در راه به شفاخانه جان داده است. در همین جای نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیوی آزادی در میان گذارید. اینچنین شما می توانید از شبکه‌های اجتماعی رادیوی آزادی فراوان استفاده برید، از اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک، تلگرام و سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خداحافظ.